سلام، حالتون چطوره بچه‌ها؟ امروز می‌خوایم مجازات مرگ توی کشورهای مختلف رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. بنگلادش هم دار زدنه، تو سومالی هم به صورت دست جمعی به طرف شلیک میکنن. خیلی بده. سنگسار رو بچه‌ها ما اینجا داریم. توی ایران هم که نوشته کشور خودمون هم هنگینگه، یمن هم باز دوباره شوتینگو داره، مالزیا هم همون هنگینگه که آویزون میکنن طرفو. به نظر من دار زدن خفن‌ترین نوع مرگ میتونه باشه. مثل اینکه با گاز میکشنش، میفرستنش یه جایی تو فیلیپین که گاز هست، با اون کشته میشه. تو انگلستان هم واو چقدر شکنجه بعد دست و پاشو میبندن و شروع میکنن کشیدن. قطر، افغانستان، سنگاپور دوباره مثل ایران، ویتنام همینجور. تقریبا چیزایی که هستن خیلی شبیه همدیگه هستن. سودان هم بچه‌ها یه اسکوادی به شلیک میکنن، خب خیلی بده. توی هند هم دارت میزنن. توی تایوان هم مجازات سنگسار رو ما داریم.